سلام، خوش اومدین به ویدیو جدید من. امروز اومدم مخفی جی تی رو بهتون توضیح بدم. دو تا مکان. اولین مکان توی این نقطه از مپ قرار داره که شما و فرانکلین رامار هم یه مأموریت اومدین. توی این نقطه از مپ 3 تا پارکینگ مخفی وجود داره. اولین نقطه یه پارکینگ که هست اینه، دومیش اینه که پره و سومیش هم اینه که با لامار ما یه بار اومدیم که موتور پمپ رو بگیریم. مکان دوم دوستان، مکان دومی که مخفی که میخوام بهتون معرفی کنم در این نقطه از مپ داره که تقریبا بغل نقطه مکان اوله. توی این نقطه از مپ به اینجا میرید و میرید اینجا. هر پلیسی که خواستید رو میتونید اینجا بزنید. اصلا به بیرون نمیتونم شما رو ببینم و همونجا که من اومدم یه بخش خاکستری رنگه. اگه برید میفتید توی یه دنیای دیگر جی تی محو میشید و همین بغل همون مکانی که هستی اسپان میشید. اگه از این ویدیو خوشتون من لایک و ساب فراموش نشه، زنگوله بخورم بزن که ویدیو گذاشتم بتونید ببینید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.